سلام تماشابینان گرامی. خلاصه خبرهای مهم یکم دکبر تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. دانشکده رشت از خوابگاه راندن 23 آموزگار را اعتراف کرد. قضیه را وزارت تحقیق میکند. رئیس سابق نویه رودکی عزیزالله اسمتزاده وفات کرد. سوختار در بازار تمیرنیک شهر رستوف مکان کار صدها مهاجر تاجیک. رونالدو ویزای تاجیکستان را گرفت. چشم براهم. رانندگی کودک 9 ساله برای این پدر و مادرش را جریمه میبندند. و اکنون تفصیلات خبرها. مرکز مطبوعات وزارت معارف و علم تاجیکستان روز 1 دکبر سال 2023 خبر داد که این وزارت مطلب در صفحه فیسبوکی هفته‌نامه پایک و دیگر شبکه‌های اجتماعی تحت عنوان رشت 23 نفر آموزگاران را از منزل استخدامی راندند از جانب سید حیدر نشر گردیده را مورد تحلیل و بررسی قرار داده است. با فرمایش وزیر معارف و علم جمهوری تاجیکستان، گروه کوری جهت سنجش وضع به عمل آمده در دانشکده آموزگاری تاجیکستان در نویه رشت تشکیل کرده شده الکی فعالیت خود را آغاز نموده است. گروه کوری وزارت معارف و علم وضع بود و باش آموزگاران در خوابگاه دانشجویان و خانه‌های استقامتی خدمتی دانشکده آموزگاری تاجیکستان در نویه رشت را مورد آموزش، بررسی و سنجش قرار داده از نتیجه آن معلومات مفصل پیشنهاد می‌نماید. گفته می شود در اطلاعیه مرکز مطبوعات وزارت معارف و علم، رکتور دانشکده آموزگاری تاجیکستان در نویه رشت محمدیار رجبزاده نیز شام 3 نوامبر در یک پاسخ رسمی از نام ریاست این مکتب عالی از نشریه پایک و مؤلف مقاله سید حیدر خیلی مذمت کرده است، ولی خبر اساسی ذکر شده در آن مقاله از خوابگاه راندن 10 آموزگار دانشکده رشت را تصدیق کرده است. ریاست دانشکده تلاش کرده است که این اقدام خود را به گونه توجیه کرده حتی همچون غمخوری در حق آن آموزگاران از خوابگاه رانده شده به قلم دهد. ریاست دانشکده در توجیه اقدامش برای از خوابگاه راندن آموزگاران از جمله نوشت: باید خاطر نشان ساخت که خوابگاه دانشجویان دانشکده تعیینات اجتماعی تنها برای دانشجویان می باشد، ولی با سبب دوری راه ریاست دانشکده برای یک گروه آموزگاران جوان چندین اتاق خوابگاه را موقتا برای استقامت آنها جدا کرده بود. مرحله به مرحله قسم زیادی آموزگاران خانه‌های استقامتی اجاره‌ای نزد دانشکده را برای زیست انتخاب نمودند. واقعی که در مقاله شما تصویر شده است راندن آموزگاران را از منزل استقامتی افاده نمی‌سازد، بلکه خود آموزگاران می‌دانستند که اقامت آنها در خوابگاه موقتی و غمخوری نوبتی ریاست دانشکده است و در بین ریاست دانشکده و آموزگاران هیچ گونه رسمیت حقوقی وجود ندارد. محترم سید حیدر، واقعیت چنین است که وضع نگهداشت اتاق‌ها از جانب آموزگاران به حالت استانداردی جوابگو نبود و چنین وضع نوابسته از تاکیدهای پیوسته ریاست دانشکده اصلاح نشد و نهاد سانیتاری اپیدمیولوژی در سحنه 28 نوامبر سال روان چنین وضع را آشکار نمود که امروز آن به یک هنگامه تبدیل یافته است. در پاسخ همچنین تاکید شده است که رکتور دانشکده هیچ گونه درهای حجره‌های خواب استادان را نشکسته است و چیز و چاره آموزگاران را خود آنها برای اقامت در دیگر جا به بیرون برآورده بودند. از پاسخ همچنین برمی‌آید که مسئولان دانشکده بیشتر از همه از ریکتیر نامیدن رکتور رجبزاده آزرده شدند تا از آن که کوچ بستن عائله‌های 10 آموزگار را در پیشروی فصل سرما به کوچه برآورده پرتافتند. محترم سید حیدر، شما قبل از نشر این مقاله 2 مرتبه با رکتور دانشکده واخوری انجام داده بودید. در گفتار و رفتار رکتور رجبزاده یگان به احترامی، ناسپاسی و یا ریکتی را احساس یا مشاهده کرده باشید معذرت می‌خواهیم و اگر نکرده باشید آنگاه ضرورت در مقاله جا دادن اصلاح ریکت را به آموزگار نوابسته از مقام و منصبش مناسب نمی‌دانستید. خطاب به مؤلف نوشته شده است در پاسخ دانشکده آموزگاری رشت. نشریه پایک روز 28 نوامبر سال 2023 با نشر 3 عکس در صفحه‌اش در فیسبوک خبر داد که از ساعت 8 صبح 29 نوامبر سال 2023 رکتور دانشکده آموزگاری رشت رجبزاده محمدیار ناصر همراه معاونانش و محافظان دانشکده 23 آموزگار این مؤسسه تعلیمی را خودسرانه از خوابگاه دانشکده پیش کردند
پاک نوشته است که رفتار رکتور دانشکده رجبزاده برای کتیر شباهت بیشتر داشت تا به رکتور. عزیزالله اسمتزاده رئیس سابق نویه رودکی روز 1 دکامبر سال 2023 در سن 59 از عالم چشم پوشید. در این باره ژورنالیست شمسالله فاضلوف از قول ادیب تاجیک مجید سلیم که از دوستان مرحوم بود خبر داد. مجید سلیم گفته است که وقتهای آخر مرحوم از بیماری فشار بلند خون اذیت میکشید. در دوره اوج کرونا ویروس خبرهای نیز به دست رسیده بود که عزیزالله اسمتزاده که آن وقت رئیس نویه رودکی بود نیز گرفتار این بیماری شده است. شمسالله فاضلوف خبر داد که مراسم نماز جنازه مرحوم پس از نماز جمعه در مسجد سر یوسف شهر دوشنبه برگزار شده. سپس تربت عزیزالله اسمتزاده را برای دفن به زادگاهش نویه دنقره بردند. عزیزالله اسمتزاده که در گذشته رهبری اگنتی خواجگی جنگل تاجیکستان را بر عهده داشت تا ماه ینور سال 2023 رئیس نویه رودکی بود. 11 ینور سال جاری او با فرمان پرزیدنت با سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه آزاد کرده شد. به کدام وظیفه دیگر گذاشتن اسمتزاده نامعلوم ماند، ولی به جای او عبدالغفور حکمت الله زاده جانشین داستان کل تاجیکستان رئیس نوی نویه رودکی تعیین شد و امام علی رحمان در پیش او وظیفه گذاشت که پیش از همه مسئله فروش غیر قانونی قطعه زمین را در نویه حل کند. همان وقت گفته میشد که سبب بعد یک مدت نچندان زیاد از مقام رئیس نویه سبکدوش شدن اسمتزاده محض نه فقط حل کردن نتوانستند بلکه در تقسیمات غیر قانونی قطعه زمین دست داشتن او بوده است. شام 30 نوامبر سال 2023 بازار تمیرنیک یکی از بزرگترین بازارهای شهر ولایت رستوف و جنوب روسیه به کامی آتش رفت. دامنه آتش خیلی زود از مساحت 1000 متر مربع گذشته. نیمه شب به گفته رئیس بازار شامیل قربشویف از 2000 متر مربع گذشت. شهردار رستوف الکسی لگویننکو بعد نیمه شب در کانالش در تلگرام نوشت که مساحت سوختار تا به 3000 متر مربع رسید. شامیل قربشویف به خبرگزاری تاس گفت هنوز حجم ضرر سوختار را معاینه نکردند. او در مورد سبب نوفت نیز اظهار بیخبری کرد و گفت چه میتواند سبب سوختار شود حتی نمیدانم، چون که مگه یک ماه پیش همه چی را تفتیش کرده بودیم. فاصله فرو نشاندن سوختار همیشه مهیا بود. در هر پاویلیون 2 یا 3 وسیله سوختار نشانی موجود بود. همه تمرین گرفته بودند. نزدیکی های نیمه شب نیروهای پلیس و آمان به بازار تمیرنیک سفربر کرده شدند. آنها باید به سوختارنشانان کمک و رعایت ترتیبات جمعیتی را تامین کنند. بنا به خبرها در اطراف بازار صدا تاجر و فروشنده های این بازار جمع شدند و تلاش دارند تا به دکانهای خود رفته اقلا قسمی از مالهای خود را از آتش نجادند، ولی مقامات ترس دارند که اگر ازدحام به درون بازار فرو بریزد این میتواند باعث بینظمی و حتی سبب تلفات جانی بشود. در بازار تمیرنیک صدا مهاجر از آسیا میانه از جمله تاجیک‌ها کار میکنند. برخی آنها در اینجا به تجارت مشغولند و تاجران کامیابی از بین مهاجران نیز هستند که در تمیرنیک پاویلیون‌های خود را دارند. اما اکثر مهاجران در این بازار همچون کارگر کرایه از جمله همچون فروشنده، آشپز، حمال کار میکنند. سال 2017 نیز بازار تمیرنیک دچار یک سوختار بزرگ شده بود. در آن سوختار 10 مهاجران تاجیک نیز ضرر دیدند. برخی آنها مالای خود را از دست دادند و برخی دیگر از جای کار محروم شدند. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. بنا به خبرهای رسیده کریستیانو رونالدو ستاره معروف فوتبال معاصر که حالا در هیئت تیم النصر از عربستان سعودی بازی میکند در برابر دیگر بازیگران النصر ویزای تاجیکستان را دریافت کرده است. این امید مخلصانش به آمدن رونالدو به تاجیکستان را قوی تر میکند. اگر او بیاید این نخستین بازدید این ستاره فوتبال جهان از تاجیکستان خواهد شد. یک مسئول شعبه روابط خارجه فدراسیون فوتبال تاجیکستان بعض پلوس گفت که نام کریستیانو رونالدو در فهرست آنهایی که باید در هیئت النصر به تاجیکستان بیایند هست. در میان 80 نفری که در هیئت دسته النصر باید به تاجیکستان آیند اسم کریستیانو رونالدو نیز هست. گفته است این مسئول فدراسیون فوتبال تاجیکستان. اما به اطلاع این منبع فهرست دقیق آنهایی که به دوشنبه خواهند آمد در آخر هفته جاری معین خواهد شد. رستم حکیموف سخنگوی استقلال نیز
با شوره شورچور ورزش نظرالله لطیف ویزای تاجیکستان گرفتن کریستیانو رونالدو را تصدیق کرده است. همه اعضای باشگاه النصر برای سفر به تاجیکستان ویزا گرفتند. در روی خط نام کریستیانو رونالدو نیز ذکر شده است. گفته سخنگوی استقلال بنا به اطلاع منابع گوناگون، مسئولان رشته فوتبال تاجیکستان چندین وقت باز با راه‌های مختلف تلاش دارند که به هر صورت به بازدید رونالدو از دوشنبه نوئل شوند. قرار است که تیم سعودی روز 4 دکامبر سال 2023 یک روز قبل از بازیش با چمپیون تاجیکستان وارد دوشنبه شود. بازی دو تیم شب 5 دکامبر ساعت 21:00 دقیقه به وقت تاجیکستان در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی در دوشنبه دایر می شود. با آنکه آمدن رونالدو به تاجیکستان و اشتراکش در بازی با استقلال هنوز پورا تصدیق نشده است، ولی بنا به اطلاع دفتر مطبوعات باشگاه استقلال دوشنبه تا امروز بیش از 10,000 چپته فروخته شده است. این بیش از نصف چپته های این بازی است، اون هم در حالی که چپته ها از 100 سومونی تا 1000 سومونی ارزش داشته. چپته ها در خود ورزشگاه و هم در مغازه رسمی استقلال در سروقه دوشنبه خیابان رودکی 85 با سه نرخ: برای نشست‌های غربی با نرخ 300 سومونی، برای نشست‌های باقی مانده با نرخ 100 سومونی و برای چپته‌های VIP با نرخ 3000 سومونی به فروش گذاشته شدند. عبدالجلیل هاشموف، هنرپیشه خلقی تاجیکستان، استاد 6 مقام، شام 3 نوامبر سال 2023 در زادگاهش دهه خسته‌ورز نوی باباجان غفوروف در سن 79 از عالم چشم پوشید. خبر درگذشت عبدالجلیل هاشموف را شام 3 نوامبر آوازخوان شناخته فرقت سعیدزاده در صحیفه‌اش در فیسبوک نشر کرد. درباره علت مرگ هنرمند شورتیار چیزی گفته نشده است، اما اگر عمر وفایش میکرد همگی یک ماه بعد یعنی 1 ژانویه سال 2023 استاد عبدالجلیل هاشموف به سن مبارک 80 میرسید. از عبدالجلیل هاشموف 10 ترانه و آنچه که از 6 مقام خونده است در خزینه زرین موسیقی ملی به یادگار ماند. نصری اوزال، تلقینجه عراق بخارا، مستزات نوا، تلقین بیات، مژده زفق امید تاجیکستان از ترانه‌های ماندگار عبدالجلیل هاشموف نام برده می شوند. عبدالجلیل هاشموف از استادان زبردست 6 مقام اعتراف شده بود و سال 1974 در سن همگی 30 سالگی سزاوار عنوان هنرمند شایسته تاجیکستان و سال 1994 سزاوار عنوان هنرمند خلقی تاجیکستان شد. خبر درگذشت عبدالجلیل هاشموف همکسبان و مخلصانش را غرق اندوه کرده است. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 1 دکامبر سال 2023 از بازداشت کودک 9 ساله خبر داد که ماشین پدرش را سواری کرده است. 30 نوامبر سال 2023 در شبکه اجتماعی اینستاگرام نوار نشر گردید که در آن حالت با صورت بلند اداره نمودن واسطه نقلیات تمغه اوپل استرا از جانب پسر بچه نابالغ انعکاس یافته بود. وزارت کارهای داخلی گفت در نتیجه گذراندن سنجش از جانب کارمندان میلیسیا معین کرده شد که رقم‌های قید دولتی واسطه نقلیات مذکور 5858 SD01 بوده تحت اداره نابالغ سعیدوف سمیر سال تولدش 2014 استقامت کننده نوع رودکی جماعت دیهات قبلی دهه قلپسته قرار داشته است. سمیر 9 ساله روز 20 نوامبر از بی‌مسئولیتی و خنک نظری والدان خود استفاده برده به اجازت واسطه نقلیات پدرش را گرفته با سرعت بلند اداره نموده به گفته وزارت کارهای داخلی جان خود و دیگر اطرافیان را زیر خطر گذاشته است. بنا به اطلاع میلیس وابسته به حالت مذکور نسبت والدین نامبرده برای بی‌مسئولیتی و خنک نظری در تعلیم و تربیت فرزند طبق طلبات ماده 90 کودکس حقوق و اعلانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان پروتکل مأموری ترتیب داده شده. به آنها بر اساس این بند قانون جریمه به اندازه از 3 تا 7 نشان دهنده برای صبح‌ها یعنی به مبلغ از 240 تا 476 سومونی تهدید میکند. وزارت کارهای داخلی گفت همزمان جهت من بعد تکرار نیافتن چنین حالت با والدان نام برده کارهای فرماندهی گذرانده شده آنها به طور قطعی آگاهانیده شدند. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان درباره صدمه خبر داد که همه قربانیانش هم راننده و یک مسافر هلاک شده و هم 2 مسافر دیگر مجروح زنان و دخترانند. بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی روز 29 نوامبر سال 2023 تقریبا ساعت 12:30 راننده افت ماشین تمغه
هیوندای اوانت نوریدین و معظمه سال تولدش 1983 ساکن نویه سپیتامین هنگام حرکت از سمت شهر خوجند به سمت شهر دوشنبه در کیلومتر 66 شورای دوشنبه خوجند در حدود جماعت دیوت زدیه نویه ورزوب از اوده دوره وسطای نقلیات نبر آمده است و در نتیجه ماشین او به نشیبی کنور رو به مسافه 600 متر چپ شده است. در نتیجه خود راننده نوریدینووا و مسافرش اتوبوی و رخشونه سال تولدش 2004 ساکن نویه سپیتامین جراحت‌های وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیدند. مسافران دیگر این ماشین از جمله خواهر راننده نوریدینووا ملکه سال تولدش 1984 و نوبالغ محمد جانووا اسیله سال تولدش 2011 ساکنان نویه سپیتامین با جراحت‌های گوناگون جسمانی در بیمارخانه بستری گردیدند. تحقیق حادثه مذکور ادامه دارد. راههای تاجیکستان از لحاظ صدمه‌های مرگ‌آورش پرخطر دانسته می‌شوند. هر سال بر اثر صدمه‌ها در راههای تاجیکستان تا 400 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 1200 تن دیگر معیوب می‌شوند. در نتیجه گذراندن چورابینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیتسیا، مرد 66 ساله ساکن نویه باباجان غفوروف با گمان قصداً رسانیدن ضرر وزنی به سلامتی دستگیر کرده شد. گمان برشونده 28 نوامبر سال 2023 تخمیناً ساعت 13:30 هنگام در کوچه باباجان غفوروف نویه مذکور قرار داشتنش با پیرمرد 72 ساله ساکن همین نویه جنگ و جنجال کرده با مقصد قصداً رسانیدن جراحت وزنی به سلامتی از کیسه‌اش کرد را گرفته آن را به طرف جبر دیده و می‌دهد که در نتیجه کرد به قفس سینه نامبرده زده است. جبر دیده جراحت وزنی جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری کرده شده است. اوید به این حادثه نسبت گمان برشونده پرونده جنایتی با ماده 112 قسم 1 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در نوع رودکی عریضه مرد 42 ساله ساکن شهر وحدت وارد گردیده است که سال 2016 مرد 29 ساله ساکن نوع رودکی با روی فریب به باوریش درآمده از او $7000 امریکایی و 7000 سومانی گرفته وعده داده است که برای واسش از حدود دهه کمونیسم نوع رودکی 0.6 قطعه زمین نزد اولگی جدا کرده می‌دهد، اما وعده‌اش را تا حال اجرا نکرده است. این چنین ضمن برگزار نمودن چهاربینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیتسیا مرد 29 ساله ساکن شهر وحدت با گمان صادر نمودن کردار قلابی دستگیر کرده شد. گمان برشونده دوم مارس سال 2022 با روی فریب به باوری مرد 31 ساله ساکن نویه رودکی درآمده از او برای نگاهبین نمودن 110 سر چاروا میده شخدار را گرفته است، اما چارواهای بزیمه گرفته‌اش را به شخص نامعلوم داده تا حال آنها را برنگردانیده است که با این کردارش به جبر دیده به مبلغ 160,000 سومانی ضرر بزرگ مادی رسانیده است. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.